از قدیم ازبک و تاجیک ات بلند ترناق ایرور تان قرنداشلیک شیارش قولده بیراق ایرور. گروهی نویسندگان و شاعران و فرهنگپروران جمهوری ازبکستان به ولایت سوخت تشریف آوردند. در این تشریف در ولایت بار اول کتابخانه تاجیکی و ازبکی تشکیل کرده شد. این کتابخانه در آشیانه ششم کاخ مطبوعات شهر خوجند جایگیر بوده. در آن کتاب‌های علمی و عملی، بدیعی و شعر و ترانه‌های شاعران دو کشور دوست تاجیکستان و ازبکستان جمع آوری کرده شده برای خوانندگان پیشنهاد می‌گردد. Sen buyursan labbay deya chorlagan farzandlaring bordur, yashnaysan vatan. Oqlay olsam bergan non u tuzingni, yerga qaratmasman aslo yuzingni. Dar chashmoni man, ham bahar yak dardi man, darmoni man. In diyori Tojikistoni man ast, modari dilband u jononi man ast. Ba kanorash nozu javlon mekunam. خدمتش را از دل و جان میکنم. مهمانان از جمهوری ازبکستان به کتابخانه نوتأسیس بیش از 200 عدد کتاب‌ها را تقدیم کردند که موضوع مندرجه آن بیشتر به دوستی، صلح و احترام وطن و مهنت علاقمند بود. هدف اساسی تشکیل کتابخانه نیز این مستحکم نمودن دوستی بین دو ملت تاجیک و ازبکان بوده. به این وسیله پیش بردن مناسبت‌های دیپلماتی در سطح عالی کشورها است. امروز زیاییان ازبک زبان ولایت سوخت از آن خوشبخت هستند که از سیاست خردمندانه سرور دولت پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان بهره‌مند گردیده برای گلگل شکوفانی دیار عزیز خویش کوشش و غیرت نموده ایستادند و برابر این با سیاست خردمندانه دو سروران کشور یعنی ازبکستان و تاجیکستان امروز یک قطار کارها همکاری ها برای مانده شد که در پرتو این جمعیت ازبک‌های ولایت سوخت نیست یک قطار کارها را عملی و پیاده نموده ایستاده است. از جمله در نزد جمعیت ازبکان ولایت سوخت امروز ما تصمیم گرفتیم که یک کتابخانه با زبان ازبکی آغاز کنیم که از این کتابخانه من بعد می توانند آموزگاران زبان و ادبیات ازبکی ولایت دانشجویان نیز استفاده برند و من بعد ما کوشش داریم که کتابخانه را با کتاب‌هایی که زیاییان تاجیکستان عزیز ما که چاپ کرده ایستادند از همون نیز بازگردانیم. بعد رسما آغاز بخشیدن به فعالیت کتابخانه ملاقات گروه زیاییان ازبکستان با گروه نویسندگان و عالمان تاجیکستان تشکیل و برگزار کرده شد. هدف اساسی ملاقات آزاد این بهتر نمودن دوستی و پایندگی و بیشتر نمودن فضای ایجادی این دو ملت می باشد. O'zbekiston va Tojikiston davlatlari o'rtasida bu yil diplomatik munosabatlarning 30 yilligi keng nishonlanmoqda. در حقیقت مناسبت‌های دیپلماتی دو کشور تاجیکستان و ازبکستان رشد می‌یابد. خوب می‌دانیم پرزیدنتان دو کشور شوکت میرزیویف و امام علی رحمان برای بهتر نمودن فضای دوستی و مناسبت‌ها سهم بیشتر را گذاشتند و این فضا باید ادامه داده شود. Cho'qqiga chiqmoqdaki bu ham mana shu ikki davlatning rahbarlari, prezidentlarining bir ochiq muloqot, konstruktiv muloqotlar olib borayotgan siyosatlarining bir natijasi hisoblanadi. ملاقات مذکور در فضای آزاد گذرانده شده برای بیدار نمودن ذوق نویسندگان مساعدت نمود. مهمانان از مناسبت‌های صمیمی و استقبال گرم آنها اظهار قناعتمندی کردند. ابراز داشتند که در ایجادیات از مهماندوستی خلق تاجیک انشا می‌کنند، زیرا تاجیکستان و خلق آن معرفت پرور و فرهنگ دوست بوده برای پیشرفت نه تنها کشور خود بلکه جامعه جهانی سهم می‌گذارند. گزارش مفنوشکور و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.